سیه ایلونا ده 2015 فروکین جنگی روسیای یکمین بردمانین خواه لسوریای پیکانین. بریا 7 سالان روسیا را گهاند آرمانجا تبلیبونا هیزین وی دکریزا سوریه ده شر داعشی و گروپین رادیکالیه لگلک راپورتین روزنامه‌وانی و هوالگری برو واجی داخویانی روسیایی بون. کوتا کس کرن پرانیا بردمانین روسیایی خالین چکدارین اپوزیسیونا سوری آرمانج دکن. ویدمی سال 2015 امریکا، آلمانیا، بریتانیا، فرانسا، سعودی، قطر و ترکیه داخویانیه که هفبش درباره بردمان روسیایین لباکور و باکور و روژاوای سوریای بلاف کرن و تیده روسیای بکشتنا سویلان تهمت بار کرن و داخواجی کرن بردمانین وی بتن داعشی بکا آرمانج. روانگاه سوریه یا مافی مروان در راپورت که خودتا کس کرد. دو بردمانین هیزین روسیایی به هزارین سیویلان لسوریه هاتنه کشتن. لیده همان دمیده. چکین روسیایی زیده 6000 چکدارین داعشی کشتنه. لسر آستا میدانی هولگوری روانگاه سوریه یا مافی مروان پشداریا سربازی یا روسیایی بود سدم گودست تلاتا حکومت سوریه جاره کدن برفره ببه. و به تایبتی گوبریا ایلونا 2015 بتنی 26 صدی جخاکا سوریه ده دسته رژیم دمابو. لینها هزین حکومت 63.7 صدی جخاکی کنترل دکه. هزین روسیای لحفته 6 خالین سربازی، لوجستی و خالین چعفدیری لسرانسری خاکا سوریه بلاف دبن کو بنگاه حمیمیم و بنگاه ترطوس مزنترین خالین وانه. پشتی 7 سالان جی تبلیبونا سربازی لسوریه هینجی فروکین روسی خالین چکدارین اپوزیسیونی لی ادلبی و خالین داعشی لنافچین جودا بردومان دکه. ده همان دمی ده جی گرین هف بش لگل ترکیایی لروش آوای کردستانی بریوه دبه.